خداوندا شکرگزار تو هستم. شکرگزار تو هستم برای این همه زیبایی ای خداوند. شکرگزار تو هستم خداوندا برای این همه نعمتی که در اختیار ما گذاشتی ای خداوند. شکرت میکنم ای خداوند. ای خداوند عزیزم، چه زیباست و چه پرشکوهه وقتی به نام تو میایم بیرون. تو عظیم و بزرگوار هستی. تو قدوس و متبارک هستی. تو هستی آنچه که هستی. تو زیبا میبینی و زیبا برای ما کار میکنی ای خداوند. خداوندا تو رو شکر میکنم به اندازه این برگ هایی که روی درختان کره زمینه ای خداوند، چون هر چقدر شکرگزار باشم به حضور کم ای خداوند. شکرگزار تو هستم برای امروز که تو برای ما ساختی تا چیزهای جدید از تو یاد بگیریم. خداوندا در این لحظه کشوری که مورد زلزله قرار گرفته و خداوندا خانواده ها غمگین و پر از درد هستن. تو در کلامت گفتی با شادمانان شادی کنید، با دردمندان، با ماتمیان ماتم. خداوندا امروز اون سرزمین را به حضورت میارم ای خداوند. خودت قلب‌های شکسته را شفا ببخش ای خداوند. خداوندا خیلی کسا موندن زیر آوارها ای خداوند. باشه که خداوندا تو درد آن تو درک کن و خداوندا باعث آرامش دل هر عزیزی که عزیزش رو از دست داده باشه ای خداوند. من نمیدونم خداوند عزیزم، تو میدونی پدر جان چه چیزی باعث شده که خداوند عزیزم دنیای ما به این سمت سو، به این همه درد، به این همه غم کشیده بشه. خداوندا منو ببخش برای زمانهایی که با قعدنی که به من و به ما بخشیدی وظیفه‌مو درست انجام ندادم ای خداوند. خداوندا توبه میکنم برای تک تک انسانهایی که به این زمین آسیب زدن و خود منم مبرا نیستم و آسیب زدم. هر زمانی که من آسیب زدم مرا ببخش خداوندا. قلب ما را ای خداوند شاد گردان و دردهایی که توی این دنیا خداوندا حس کنیم، بفهمیم، خودمون رو جدا از این دنیا ندیم. اگه امروز قلب تو شکسته است خیلی چیزا داری که بابت اونا شکر کنی. اگه امروز دردمندی بدترینا هستش که باعث تسلی قلب تو باشه. باشد که تنها به خودم فکر نکنم بلکه به هم نوعانم همینطور. خداوند شما را برکت بده. در پناه خدای بزرگی باشید که قلبش برای ما میتره. روزتون بخیر، تنتون سلام.